اوکی. اینو که میبینید این تازینامه است. این تازینامه تازی هاست. اینو میبینید این تازینامه است. حالا من میخوام اینو آتش بزنم. آتش بزنم. هیچ ترس واهمی هم نیست. با نام خود همون بنیانگذارش آتشش میزنم. یعنی با این نام کثیف که میبینید، با این نام آتشش میزنم. نگاه کنید، هیچ ترس واهمی ای نداره. اول بذارید زمین، بعد دستون هم بشورید، بادش کنید، یه خورده اینجوری پامالش بکنید، بعد بذارید توی ظرفی مثل من، نفت رو بریزید روش. ببینید این الان تمام میسوزه. نفت رو بذاریم کنار که آتش نگیره. با اسم محمد رسول الله. این تازینامه است، میبینید داره میسوزه. حزب اللهی ها حال بکنن، مسلمون ها کیف بکنن. هیچ نترسید، آتش بزنید. هیچ طورتون نمیشید، اینجوری هم نمیشید، نترسید. این داره میسوزه. الله اینه که بسوزونید، یه دونه مسلمونی که بمب بخواد بذاره از بین بردیدش. چون هر قرآن یه بمبه، گندم میده کثافت. خب این هم تازینامه که داره میسوزه. شعلش هم شعله درستی نیست. کثافتی که آتش بزنی همینه دیگه، مثل کثافت هم میسوزه. گفته بودم که من آتش میزنم، یه بار دیگه هم آتش زدم. این دومیشه. حالا ببینیم حالا ایرانی ها چند تا دیگه آتش میزنن. خب امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه. استاپ.